همه شما اهالی کافه کی دراما خوش اومدید به یک قسمت دیگه از کافه. قبل از هر چیزی یادمون نره که چنل رو حتما سابسکرایب کنید. مرسی. خب سریالی که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم یا همه دیدنش یا حداقل در مورد شنیدن یا یه تکه هایشو دیدن. این سریالمون محصول سال 2016 هست، همون سالی بود که گفتم سال طلایی کی دراما بود، از بس سریال های خوب پخش شد. سریالیه با موضوع فوق‌العاده، بازیگرهای فوق‌العاده، ولی پایانی که دوست داری به کارگردان بگی چرا؟ به نویسنده بگی آخه چرا؟ مطمئنم متوجه شدید دارم در مورد کدوم سریال صحبت میکنم. سریال عاشقان ماه. سریال عاشقان ماه سال 2016 در 20 قسمت پخش شد. هر قسمت حدوداً 60 دقیقه بود. این سریال امتیاز IMDb 8.6 و مایدرامای 8.7 داره. همونجوری که گفتم سریالیه که موضوعش فوق‌العاده قشنگه، بازیگرهاش یکی از یکی بهتر، یعنی تمام بازیگرهای خوب و دور هم توی این سریال جمع کردن و اینقدر اینا قشنگ بازی میکنن که تو نمیتونی بگی من از فلان شخصیت اصلا خوشم نیومد. همه‌شون عالی هستن. بریم در مورد موضوع سریال صحبت کنیم. موضوع سریال همونجور که اول من در مورد ژانرش بگم، یه ژانر عاشقانه، فانتزی، سفر در زمان، ملودرام و تاریخیه. پس سفر در زمان یک اصلیت این سریال. سریال در زمانی اتفاق میفته که تو قرن 21 یک دختر به نام گو هواجین، همونجوری که در کنار یه برکه نشسته بوده و داشته قصه زندگیش رو میخورده، فکر کن دختر به اون خوشگلی گو هواجین با بازی آیو نشسته قصه اینو میخوره که خب دوست پسرش با ترین دوستش بهش خیانت کردن و همون موقع یه خورشید گرفتگی اتفاق میفته و وقتی که گو هواجین میبینه که یک بچه افتاده تو آب و خورشید گرفتگی هم داره رخ میده، میره که این بچه رو نجات بده، ولی یک دفعه میبینه که وقتی چشماشو باز میکنه توی زمان گوگوریو، یعنی سال 941 و اونجا در بدنی به دختری به نام هسو از خواب بیدار میشه که این هسو یکی از اقوام شاهزاده هشتم هست. در واقع پس یه جوری جزء خانواده اشرافی محسوب میشه این دختر. و حالا دختری که از آینده به گذشته اومده با یه سری چالش ها روبرو هست. تعداد زیادی شاهزاده فوق‌العاده هستن که حالا با اونا هم یه سری چالش ها داره و در این بین عاشق شاهزاده هشتم میشه، ولی دست سرنوشت یه چیز دیگر رو برای این دختر رقم زد. بریم در مورد بازیگرای معرفی داشته باشیم. بازیگرهای اصلی، چون این سریال پر از بازیگر، همونجوری که گفتم فکر کنید تمام بازیگرهای خوب رو جمع کردن آوردن توی این سریال، ولی بازیگرهای اصلی من بخوام بهتون معرفی کنم، آیو یا لیجی اون در نقش هسو یا همون گو هواجین که دیگه از همون قسمت 1 ما به اسم هسو بیشتر میشناسیمش هست. آیا همونطور که میدونید یه بازیگر خیلی توانمند و یه خواننده فوق‌العاده و آیو و سوزی یکی از محبوب ترین بازیگر و البته شین هستن محبوب ترین بازیگرای زنی هستن که به شخص دوستشون دارم، چه از لحاظ ظاهر و چه از لحاظ اکتای بازیگریشون. آیو توی این سریال به شدت قشنگه، یه دختر ظریف و نازو خیلی خوشگل. بازیگر نقش بعدیمون لی جونگی در نقش شاهزاده چهارم، شاهزاده که با یه زخم روی صورتش هست و همونطور که میدونید توی گذشته اگر که پادشاه، یعنی یه شاهزاده زخم روی صورتش باشه نمیتونه پادشاه بشه، اگه دختر یه زخم روی بدنش باشه نمیتونه با خاندان سلطنتی ازدواج کنه نه ملکه بشه. پس حالا باید ببینیم که شاهزاده چهارم چه چالش هایی داره توی زندگیش. بازیگر بعدیمون کانگ هانول در نقش شاهزاده هشتم. خیلیا که این سریال رو ندیده باشن با فیلم سینمایی فراموش شده یا جدیدن اسکوید گیم سیزن 2 این بازیگر رو شناختن و با اینکه توی این سریال زیاد دوستش نداشتم ولی خیلی بازیگر فوق‌العاده‌ای هست. بازیگر بعدیمون کیم سان هو در نقش شاهزاده دوم و ولیعهد که خب میدونید تو اکثر سریال های کره‌ای ولیعهدها مظلوم واقع میشن. بازیگر نقش بعدیمون
هونگ جون کیون در نقش شاهزاده سوم، شاهزاده با طمع بسیار، خشن و شاهزاده که به دنبال قدرت داره میره. شاهزاده بعدیمون یا بگم بازیگر بعدیمون یون سون وو در نقش شاهزاده نهم. من سریال های زیادی ازش ندیدم، با اینکه خیلی سریال های زیادی بازی کرده. فقط سریال 30 اما 17 توی اونجا نقش یه دکتری داشت. من اول عاشقانه ماه رو دیدم و ازش خوشم نمیاد، ولی توی اون سریال واقعا نقش کیوتی داشت. باید این اخلاقی که از یه نفر توی فیلم خوشمون نمیاد رو بذاریم کنار، بگیم اینا همه بازیگرن، نقشاشون. شاهزاده بعدیمون بیون بکیون در نقش شاهزاده دهم، خواننده گروه اکسو و من خودم که از فنهای شدیدش هستم، چه توی گروه اکسو چه توی این سریال که کیوت نمک سریال بود. بازیگر نقش بعدیمون نام جو هیوک در نقش شاهزاده 13، شاهزاده عاشق شعر و هنر و شاهزاده که میتونم بگم بین همه این شاهزاده ها مظلوم واقع شده بود، چون که اصلا از جنگ و خونریزی و قدرت و اینا خوشش نمیومد و فقط دل باخته هنر بود. و شاهزاده بعدیمون جیسو در نقش شاهزاده 14. من خودم این بازیگر رو خیلی دوست دارم، با وجود اینکه دیدید که توی کره اگر که یه دفعه به یه نفر یه اتهامی بزنن اونو کلا میذارن از صنعت بازیگری کنار، از تبلیغات کنار، همونجوری که به جیسو اتهام زدن و با اینکه ثابت شد ولی خیلی طول کشید بازگشتش دوباره به صنعت بازیگری. بازیگر بعدیمون کانگ هانا در نقش شاهزاده خانم. گفتم قبل‌تر که بعد آدم از یه نفر توی سریال بعدش بیاد، بعد بخواد تو سریال دیگه بستش بده ها. این کانگ هانا توی این سریال شخصیتی بود که از همون قسمت یک من ازش بدم میومد تا پایان، ولی توی سریال استارتاپ یا سریال هم اتاقی من یک روباه، من انقدر این دختر رو دوست داشتم که دیگه حد نداشت. این هم یه معرفی کوچیک از بازیگرهای نقش اصلی. همونطور که گفتم بازیگرهای این سریال به شدت زیاده و همشون بازیگرهای خوبی هستن. تا اینجا سعی کردم که اصلا اسپویل نکنم برای کسایی که ندیدن، ولی از اینجا به بعد که میخوام یکم در مورد نظر شخصی خودم بگم شاید یه جایش اسپویل بشه. پس اگر این سریال ندیدید اینجاشو استاپ کنید و دیگه ادامه ندید. از نظر خود من سریال عاشقان ما یه سریال فوق‌العاده بود. خیلی قشنگ سریالیه که 10 بار دیگه من ببینمش باز همون حس اول رو برام داره. اینکه اول کار من از حس و خوشم نیامد. در هر صورت کسی بود که میدونست که دختر عموش، البته حالا فامیلشون یکم دور بود، ولی دختر عموش همسر شاهزاده هشتمه، ولی با این حال چون که اون ازش خواست حاضر شد که مثلا با شاهزاده هشتم دوست بشه، عاشقش بشه، با اینکه نباید این کارو میکرد. و دیدیم که شاهزاده هشتم چه کار کرد. لحظه‌ای که به شدت حس و بهش نیاز داشت رهاش کرد و کسی که کنارش موند کسی بود که اصلا فکرشو نمی‌کرد. شاهزاده چهارمی که همه اونو به خونخواری و وحشیگری میشناختن در کنارش موند. چرا؟ چون انقدر قلب مهربونی داشت و انقدر آدم‌های اطرافش باعث شده بودن که اونو یه شاهزاده بد جلوه بدن که حد نداشت و کسی که کنارش موند این بود. و با این حال خیلی حس و طول داد عشقش رو به شاهزاده چهارم و وقتی دیگه اون عشقش رو پذیرفت خیلی دیر شده بود. شاهزاده چهارم هم خیلی کوتاهی کرد، با اینکه میتونست از قدرت بگذره، طمع قدرتی که داشت. درسته که برای محافظت از برادراش بود، ولی به نظر من نباید هیچ وقت با شاهزاده ازدواج میکرد و باید پای عشقش میموند. حداقل این بود که به عنوان ملکه حسو رو معرفی میکرد، نه اونو. ولی نمیدونم، نویسنده یه مقداری دوستش همه رو اذیت بکنه. کشته شدن شاهزاده دهم خیلی وحشتناک بود. طمع قدرت شاهزاده سوم، کشته شدن ولیعهد. یه سریال به نظر اصلا خیلی درامتور بود و همه اینا بکنم پایان سریال
میتونست نویسنده پایان سریال، البته خودشون گفتن پایان سریال یه چیز دیگه بوده، ما تصمیم گرفتیم عوضش کنیم. خب چرا؟ خیلی منطقی بود که پایان سریال حساب وقتی همه خاطراتش برمیگرده لی جونگی بیاد و اون دستمال رو بهش بده و مثلا یادش بیاد که آره الان این شاهزاده 4 بوده و یه پایان خوش داشته باشن. ولی نویسنده از اونجایی که خیلی نویسندگی مهربونی بود با ما، پایانش رو یه پایان وحشتناک قرار داد و تنهایی و غمی که هم حس و هم شاهزاده 4 کشیدن و ما هممون حس کردیم با پایان سریال. ولی در کل این سریالی بود که خیلی قشنگ بود و هر کسی که کیدرامر باشه حداقل یه بار این سریال رو دیده. اگر این سریال رو دیدید حتما بهم بگید، نظراتتون رو برام بنویسید، یا اگر قرار هست که شروعش کنید و ببینید و دیدینش باز بیایید نظراتتون رو بگید. مرسی از شما که توی هر قسمت کافه کدراما با من هستید. تا یه سریال دیگه، خدا نگهدار.